که همین لحظه اگر جنازه موتو برده شد به سمت قبرستان، چقدر تنها هستیم، چقدر دست خالی هستیم، چقدر با حسرت ها میخوریم، چقدر افسوس ها میخوریم که وقتی برده شدیم ما به سمت قبرستان داخل قبر میگذارند، همه برمیگردن. نه مولوی صاحب است، نه آجی صاحب است، نه زنت است، نه بچه‌ایت است، نه دخترت است، نه خواهرت است، نه عمه‌ایت است، نه خاله‌ایت است، تک و تنها داخل قبر. اون اعمالی که داخل گوشی خود داشتی و همراهت است، اون چیزی که با گوشی داشتی و همراهت است، او در تاریکی شب دور از چشم مردم انجام میدادی همراهت است، اون نماز و گریه‌ای که به خاطر الله کرده همراهت است. دیگه هیچ همراه تو نیست، هیچ، تنها.